چرا امروز ما به خندیدن بیشتر نیاز داریم؟ آیا فایده های خندیدن رو میدونید؟ چرا از قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست؟ آیا میدونید یکی از راهکارهای چربی سوزی در بدن خندیدن است؟ درود بر شما. ملکه هستم، مدرس و محقق در زمینه سلامت، تنفس و تناسب اندام. در هنگام خندیدن 17 ماهیچه در صورت و 80 ماهیچه در بدن به حرکت در میان. برای همین بهترین عامل چربی سوزی رو میتونیم خندیدن قرار بدیم، چون خندیدن فرایند سوزاندن کالری رو در بدن تقویت میکنه و به اون شدت میده. به هنگام خندیدن گردش خون در قلب و سراسر بدن شدت بیشتری پیدا میکنه. در هنگام صبح توصیه شده که با خندیدن روزتون رو آغاز کنید. در ضمن خنده باعث میشه که انرژی های منفی از بدن سریعتر خارج بشه. خنده و تنفس دو عامل اصلی انرژی و سلامتی در بدن است. خندیدن باعث میشه 4 هورمون شادی آفرین در بدن ترشح بشه: دوپامین، سروتونین، اکسیتوسین و اندورفین. این 4 هورمون با ورزش کردن و اعمال نشاط آورم در بدن ترشح میشه. در این دنیای پرتنش و پررقابت خنده رنگ باخته و مردم تسلیم عوامل تنش‌زا شدن. استرس دشمن شماره 1 مردم شده و افسردگی در صدر بیماری ها قرار گرفته. مبارزه با استرس و افسردگی جزو چالش های مهم زندگی ما مردم شده و بیشتر مردم به درمان های پزشکی متوسل می شوند، اما به ساده ترین درمان که خندیدن است غافل هستند. از نظر علمی ثابت شده که خندیدن اثر خیلی عمیقی بر روی روح و روان و جسم ما میذاره و نه تنها باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه، اثر شفابخشی هم داره. اگر خنده رو جیره روزانه زندگی خودمون قرار بدیم، قدرت فرونشاندن استرس و نگرانی در بدن ما میشه. همچنین قدرت آرام کردن قلب پرتنش، تقویت ذهن، بالا بردن روحیه و کنار زدن بدبینی از وجودمون میشه. شاید با عقل جور در نیاد که خنده این کارهای معجزه آسا رو انجام میده. به خاطر همین در هند و ایالات متحده گروه‌های یوگای خنده چشمگیری شروع به کار کردن. خیلی از مردم بر این باورن که باید حتما انسان شوخ طبعی باشی که بخندی، ولی حتی اگر ادای خندیدن رو در بیاریم و یا تکنیک های خنده رو انجام بدیم، همین اثرات شفابخش در بدن ایجاد میشه و حتی شرکت در کلاس های یوگای خنده حس شوخ طبعی و کودک درون خودتون رو فعال کنید. میشه توصیه شده که در طی روز حتما 10 دقیقه بخندید. به شما پیشنهاد داده میشه اگر نمیتونید بخندید و یا موقعیت ندارید که حتی ادای خندیدن رو دریارید، حتما بازدم‌های قوی انجام بدید. بازدم قوی در حد خندیدن تمام اون کارایی رو خواهد داشت. باعث میشه خستگی از بدن شما خارج بشه، پوست شما شفاف و جوانساز بشه. باعث میشه که سلول‌های مرده از بدن شما خارج بشه و جا برای پیدایش سلول‌های جدید فراهم بشه. ریه و بدن شما پاکسازی میشه. حتما میدونید که بیشترین مشتری اکسیژن در بدن مغز ماست. وزن مغز 3% وزن بدن رو تشکیل میده، ولی در عین حال 20% اکسیژن مصرفی بدن ما رو مغز مصرف میکنه. درسته که کیفیت هوای تازه در جنگل و یا پارک ها و کنار دریا بهتره، ولی قرار نیست به خاطر بیکیفیتی هوا از ورود اکسیژن تازه به بدن غافل باشیم. شما حتی در منزل در کنار یک گلدون میتونید تنفس های خودتون رو انجام بدید و اکسیژن لازم رو به بدن خودتون برسونید. البته از کل هوایی که به بدن خودمون میرسونیم 20% اون اکسیژن خالصه
مابقی ذرات معلق در هوا و یا هوای کثیف است. اما هرچه این دم و بازدمهای خودمون رو قوی کنیم، اکسیژن بهتری به بدن خودمون میرسونیم. بارها برای آموزش به شما گفتم که حتما دم و بازدم هایی که انجام میدید، بازدم رو با صدا از بدن خارج کنید. یکی از صداهایی که میتونید برای بازدم انجام بدید خندیدنه. یعنی در حینی که دم گرفتید و حبس دم انجام دادید، بازدم خودتون رو به صورت خندیدن خارج کنید. در تنفس عمیق شکمی به قدری بازدم رو ادامه میدید که تمام شکم شما با حالت مچاله در بیاد و احساس خفگی کنید. در اینجا من یک نمونه دم و بازدم برای شما انجام میدم. حتما از من قوی ترم میتونید انجام بدید. مهمترین عملی که در تنفس انجام میدیم بازدم های قوی ماست. در ویدئوی بعدی حتما بازدم در آب و بازدم در بادکنک و یا شیشه رو با شما به اشتراک میذارم. به کانال تلگرامی من بپیوندید تا در اونجا تمام تنفس ها رو با هم تمرین کنیم و اگر سوالی از من دارید حتما در خدمتتون خواهم بود. ممنون که با من همراه بودید. از شما تقاضا دارم که کانال منو توی کانال های خانوادگی و فامیلی خودتون به اشتراک بذاری تا بقیه هم بتونن از این تنفس ها استفاده کنن. به جرئت میتونم بگم که حلقه گم شده لاغری تنفس است. بدرود.